آش و حلیم یحیی. تجربه‌ای دلنشین و دلپذیر همراه با محیطی آرام و روشن. خستگی صبحگاهی سر کار، بی‌انگیزگی و کمبود انرژی کافی میتونه به علت نخوردن یک صبحونه مقوی و کافی باشه و اما حلیم یکی از مقوی ترین یا شاید مقوی ترین صبحانه ایرانیه که ما اینجا در آش و حلیم سرای یحیی با بهترین کیفیت و طعم به صورت 4 فصل همه روزه بدون تعطیلی اونو ارائه میدیم. ما آمدیم اینجا بچه شیرازیم، چند جا رفتیم آششون بوده به حلیمش، ولی واقعا آش حرف نداره حلیمه. چند بار خورده مطمئن خیلی خوب بوده. اگه تو شیراز و خودمون بود هر روز میگرفت از آشه. این وعده خوشمزه و صد البته مقوی که با گوشت تازه گوسفندی و بوقلمون تهیه میشه همراه با روغن کرمانشاهی اصل، شیره و عسل و دوشاب، کنجد و قوتوی کرمان ارائه میشه که در کنار خواص بیشمار عطر و طعم بی‌نظیری به حلیم میده که سابقه طولانی مدت حلیم یحیی هم به علت رضایت شماست. حلیم یحیی شعبه دیگری نداره و ما برای سفارشات بالای 20 کیلوگرم